نه. بارداری چطور پیش میره؟ امیدوارم مشکلی نداشته باشی. والا روزای خیلی پر استرسی رو میگذرونم. راستیتش بارداری یادم نیست. این روزا برای من داره خیلی سخت میگذره. هر روز یه اتفاق جدید میفته. مشکلات خانوادگی داری؟ نه اینطور نیست. یکم پیچیده است. ببخشین شمارم با مشکلاتم ناراحت کردم. اشکالی نداره. شما مریضم هستید، منم دکترتونم. توی این دوره وضعیت روحی خیلی مهمه. اگه مشکل خاصی وجود داره منو در جریان بذارین. من همیشه شنونده خوبی خواهم بود. اصلا نگران نباشید. نه اگه مشکلی باشه بهتون میگم. باشه، خودتون بهتر میدونی. راستی من امروز کلاس دارم. آناتومی؟ دقیقاً، قبلا هم بهتون گفته بودم. اگه بخواین شما میتونین بیاین. نظرتون چیه؟ امروز؟ باشه میام. عالیه، پس امروز همو توی کلاس میبینیم. خوبه. من آمادم. به خاطر قهوه خیلی ممنون. خواهش میکنم تا دم در نه میام. نه نه لازم نیست. زحمت نکشین، خودم میرم. خداحافظ. خداحافظ. Her yanım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sev davetsiz misafir. نرگس باز دوباره عکس پسره رو دیدی رفتی تو فکر؟ نیلوفر نمیتونم بهش فکر نکنم. نبایدم ولش کنی دختر. از برکت کرتولوش تو این رشته متخصص شدم. منو ببین. درس اول یادداشت کن. اصلا اجازه نده پسر ازت دور باشه. مثل زالو بچسب بهش، یادت نره ها، فهمیدی؟ آفرین. باشه باید بهش بچسبم. آره پس بهش زنگ میزنم. آره الو؟ وقت داری؟ آره هستم واسه. آره چطوری؟ خوبم. من که خونم. تو داری میری سر کار؟ تو شرکتی؟ نه شرکت نیستم، راستش الان تو محله شما. منم تو خونم. عالیه. خب اگه وقت داری میام دنبالت. خوبه وقت دارم. باشه، پس الان سر کوچتون میام دنبالت. باشه پس خدافظ. باشه، سیو. سلام نرگس. سلام. چطوری؟ خوبم. تو چطوری؟ منم خوبم. بفرما. فکر کنم جلو بشینی بهتره. بفرمایید. ایول. Karanlıklardan çıkmalıyım.